وقتی که اگر اجل بیاید، یعنی مرگ آمد، دیگر خداوند میگه که مرگ اون انسان یک لحظه نه پیش میرود نه عقب. و خداوند میدوند که مخلوقات چی عمل میکنند در دنیا پیش از اینکه اینا رو خلق کنند. ثروتمند شدن، بوی شدن خداوند من کردگی نیست. خب ثروتمند شو، بوی شو، اما حق خدا را به جا بیار، زندگی تا کردن بگی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. خب رسیدیم در بیان عقیده امام طحاوی رحمه الله. خب با قول مؤلف خلق الخلق بعلمه. اینجا انشاءالله امروز شروع میکنیم. امام طحاوی رحمه الله میفرماید خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. طيب، یعنی خداوند خلق رو، مخلوقات رو با علم ازلی خودش، و قدر لهم اقدارا، و مقدر گردانید سبحانه و تعالی، یعنی مقادیر خلق رو. خلق رو یعنی بنابر حسب علم ازلیش و تقدیر ازلیش خداوند خلق رو با علم ازلیش. و قدر لهم اقدارا یعنی خداوند مقدر کرد سبحانه و تعالی مقادیر خلق، گفته یعنی تقدیر مخلوقات را از خیر و شر و طاعت و معصیت و رزق و سعادت و شقاوت و مانند اینها. خیر، هر کاری خیر، هر کاری شر باشد، هر طاعت و معصیتی باشد. خب چی گونه رزق پروردگار چی مقدار هست برای بنده هاش، و سعادت نیکبختی بنده در دنیا و شقاوت بدبختی بنده در دنیا. نیکبختش مراد مؤمن و مسلمان، بدبختش یعنی نعوذ بالله کافر. همه اینا را پروردگار چیکار کرده است؟ و قدر لهم اقدارا، یعنی در تقدیر نوشته شده هستند. مفهوم؟ و همچنین خداوند مقدر کرده است اجل بنده ها را. و ضرب لهم آجالا، یعنی اجل، یعنی کدام روز انسان از دنیا می رود، کدام مثلا اینی خداوند میدوند که انسان چقدر عمر میبیند. چون که در سوره خداوند در قرآن میفرماید، الله علم کدام سوره باشد، میگه فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجل بیاید، یعنی مرگ آمد، دیگر خداوند میگه که مرگ اون انسان یک لحظه نه پیش میرود نه عقب. خداوند میفرماید برامید و قدر اجل الخلائق. اجل این مرگ، وقتی هم مردن مخلوقات را خداوند مقدر کرده است. خب یعنی هیچ چیز بر خداوند مخفی نیست، از اون چیزی که یعنی پیدا می شود و اون چیزی که یعنی پیدا شد و اون چیزی که پیدا می شود خب تا آخر حیات، این هیچ چیز بر خداوند مخفی نیست. مفهوم؟ ولم یخفى علیه شیء قبل یخلقهم. پیش از اینکه خداوند اینا را خلق کند هیچ چیز بر خداوند مخفی نیست. یعنی که چیزی که پیدا شد و اون چیزی که پیدا می شود تا با آخر دنیا چی می شود نمی شود، همه این را پروردگار می داند پیش از اینکه اینا را خلق کند. پس مخلوقاتی که خداوند اینا را خلق کرده است همه اینا داخل می شوند در وجود، و اونایی که حالی خداوند خلقش نکرده است انشاءالله خلقش میکند، اونا حالی در وجود داخل نیستند. نه که همش در علم ازلی پروردگار که علم یگانه پروردگار است، همه این داخل است. این در بر شاملی همه این امور هست علم خداوند. مفهوم؟ ولی میگه که ولم یخفى علیه شیء قبل یخلقهم و علم ما هم عاملون قبل یخلقهم. و خداوند میدوند که هم این مخلوقات چی عمل میکنند در دنیا قبل یخلقهم، پیش از اینکه اینا رو خلق کنند. یعنی که حال انسان خداوند از بگیم پشتی، حتی در پشتی پدرش که در رحم مادرش که هست اولی به دنیا آمده است، او را خداوند میدوند که کدام وقت در دنیا آمد، چی کار میکند، چی عمل میکند، از همه این باخبر از پروردگار. و علم ما هم عاملون.
و این از معنای قولش که وعلم ما هم عاملون قبل اخلاقهم، پیش از اینکه اونا را خلق کند خداوند از عمل اونا خبر است. خب یعنی خداوند عالم است با هر اون چیزی که پیدا شد و اون چیزی که پیدا می شود، اجمالاً و تفصیلاً از همه چی خداوند با خبر است. برای همین از این یعنی لازم نمی آید تغییر علم پروردگار، یعنی به این معنا که چیزی که نو پیدا شود این در مخلوقاتش تغییرات که مخلوق وقتی که میبیند او میبیند او ماشاءالله یک چیزی نو پیدا شده است. این یک مثلا ما میبینیم که امروز ها از اوکیان ها عفوا همون بحرها بعضی مایع های پیدا میکنند که در حیات قبل از ما کسی دیگه نیست این چیزها را. این شاید مخلوق بود، شاید این مخلوق نو پیدا شد، ما در تعجب میزنیم، اما خداوند اجمالاً تفصیلاً از همه این باخبر است. این تغییرات در علم بنده پیدا میشد، اما در علم خداوند این گونه تغییرات نیست که نمیدونست بعد دونست به خاطری که بعد پیدا شد. نه، این گونه نیست. پروردگار پیش از اینکه خلق کند میدونست که این چگونه خلق میشود و چگونه حیات میبیند، در کجا حیات میبیند، همه این چیزا خداوند باخبر است. بعد امام طحاوی میفرماید و امرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته. خداوند امر میکند بنده ها را به طاعت و عبادت خودش، آنها را منع میکند از معصیت، از گناه کردن. خب چون که اوامر الهی، امرهای پروردگار و اون چیزایی که نهی میکند خداوند برای نهی کردن برای ابتلای بنده ها، اونها را خداوند نهی میکند وقتی بنده انجام میتید، این برای ابتلا است، یعنی برای امتحان است. و خداوند امتحان میگیرد. برای چی؟ تا که خداوند اظهار کند او بنده خدا ترس، این بنده طاعت و عبادت میکردگیش را از بنده عاصیش، یعنی گناهگارش. بنابر حسب علمی که سبقت کردگی است بر علم ازلی پروردگار. یعنی که خداوند میدونه در ازل که همین زید، مثلا زید یک جا بگذاریم، محمد و ابوبکر بگیم. خب مثلا محمد یا احمد، میدوند خداوند که محمد چی کار میکند، میدوند که احمد چی کار میکند، که محمد طاعت عبادت میکند، احمد معصیت میکند. از همه خداوند با خبر است. برای همین وقتی خداوند امر میکند با طاعتش و نهی میکند، منع میکند از معصیتش، همه به خاطر چی است؟ اختبار و یعنی ابتلای بندش است. خداوند بندش مبتلا بر یک معصیت میکند، امتحانش میگیرد، یا خداوند رو امتحان میکند با یک کاری خیر نیک. به خاطر میگد توی که اظهار کند پروردگار مطیع را از عاصی، یعنی اطاعت کننده را از گناهگار. خب چون که خداوند در سوره ذریه چی گفت؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من خلق کردم جن و انسان را فقط برای عبادت خودم. یعنی توی که اونا را خلق کردم تو اینکه عبادت کنند، این امرشون کنم برای عبادت خودم و نهی میکنم اونها را از معصیت در راه خودم، یعنی که توی که عبادت کنند مرا و از معصیت دوری بجویند. این از معنی آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت، یعنی مخصوص برای عبادت خداوند خلق کردگی بنده را، نه برای امروز بعضی ها شاید بفهمن برای بگیم کیف و صفا و یعنی راحت نفس. این برای این نیست. خب در دنیا زندگی کردن پروردگار من کردگی نیست، ثروتمند شدن بوی شدن خداوند من کردگی نیست. خب ثروتمند شو بوی شو، اما حق خدا را به جا بیار، زندگی تا کردن بگی. معنا نداره که دیگه دست به دنیا نزنیم و دیگه کنج خانه را بگیریم کنج مسجد. نه، این گونه نیست. حتما خب طاعت عبادت در وقتش انجام بدی، حق خدا را به جا، اینه که زکات و صدقات و چیزایی که مثلا واجبی هست در گردن ادا کن. تمام خداوند بازم رزق زیاد کردن میگه، برکت در مال و کسب و کار کردن میگیرد. طيب و کل شیء یجری بتقدیره و مشیئته. انا میگم خلاص گپ امام طحاوی میگه که و هر چیزی که در دنیا جاری میشد اینه که به عمل میاد در این دنیا به تقدیر و مشیت الهی است. یعنی اینجا امام طحاوی رحمه الله عقب بیان میکنه یکی از صفات‌های ازلی پروردگار که خب این از اصول دینی ما است، این از اساس عقیده هر یک مسلمان است که هر چیزی که میشود با تقدیر و مشیت الهی است. خب یعنی تخصیص کردن ممکن عقلی، یعنی چیزی که در عقل ممکن است بدن او. مفهوم؟
یعنی اون چیزی که در عقل ممکن است او را تصور و قبول کردنش. پس گناهی که در دنیا وجود دارد بنده انجام میدهد، این را خداوند خاص کرده است. خب این مقصد خلقش کردگیه و این داخل میشه در عقل، در ممکن عقلی داخل میشه. یعنی که عقل انسان قبول میکند که همین گناه وجود دارد، یعنی گناه را انجام میدهد. این را میگن که ممکن یعنی در عقل ممکن است تصور کردنش. برای همین قدرت خداوند، تقدیر و مشیت خداوند تعلق دارد بعد ممکنات العقلی. پس یعنی شر، گناهی که خداوند خلق کرده است، این داخل می شود. گناهی که خداوند خلقش کرد داخل وجود شد، یعنی در دنیا پیدا است. این خداوند مخصص کرده است، خاص کرده است، خلق کرده است که داخل می شود در عقل بنده، این قبول میکند. این از جایز الممکنات است، یعنی ممکن عقلی است. لیکن خود عقل قبول میکند که جایز است که همین گناه، شر، یعنی گناه در عدم باشد، یعنی اصلا وجود نداشته باشد. عقل ما قبول میکند. خب همین عقل انسان قبول میکند که همین گناه، انجام دادن گناه اصلا وجود نداشته باشد، عدمی باشد. لیکن خداوند او را یعنی اخراج کرد از عدم به سوی وجود برای تعلق مشیت ازلی خودش با وجود همین شر، یعنی همین گناه. پس داخل میشود در وجود. این عباره کمتر عباره بگیم چی است، اما آسان است فهمیدنش. یعنی برای چی همین گناه وجود دارد؟ میشد که همین گناه وجود نداشته باشد، اما خداوند با مشیت و اراده ازلیش خواست که گناه وجود داشته باشد. و با این گناه گفتیم که در بالاتر گفتیم که خداوند به سبب گناه بنده را امتحان میگیرد. مرا میگه و کل شیء یجری، هر چیزی که در دنیا عملی میشد، یعنی اجرا میشد، مثلا در دنیا با وجود میاد، در هر روز بگیم در عملیات است اجرا میشود، این به تقدیر و مشیتی. این هر کاری که، هر چیزی که باشد، زندگی و حیات، هر چیزی که باشد، خب گناه و معصیت و شفاعت، عبادت، چیزی باشد نباشد، همش به تقدیر و مشیت الهی است. خب انا مشیت اکم مشیت باز دوام میدهد. امام طحاوی میگه و مشیته، این مشیت خداوند تنفذ ولا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان و ما لم يشاء لم يكن. ماشاءالله. میگه مشیت خداوند یعنی اجرا میشود، اما مشیت بنده اجرا نمیشود. یعنی چیزی که خدا بخواهد همون میشود، اما چیزی که بنده بخواهد، یعنی به خواست بنده هیچ وقت هیچ کار انجام نمییابد اگر خدا نخواسته باشد. الا ما شاء لهم، مگر اگر خداوند خواسته باشد برای بنده ها. فما شاء لهم کان، پس هر چیزی که خداوند خواسته باشد در ازل وجود این اعمال برای بنده ها، او حتما می شود. و ما لم یشاء لم یکن، او چیزی که خداوند در ازل نخواسته باشد وجود شد در این دنیا، اون چیز نمی شود. پس از این دانسته می شود که بنده ها هیچ مشیت و اراده ندارند مگر مشیت و اراده خدا اگر در اونجا نباشد. پس مشیت بنده ها از حادثات است، این چیزایی که نو پیدا می شود. پس این بدون مشیت خداوند مشیت بنده خب پیدا نمی شود. مفهوم؟ این چیزی که تو میخواهی اگر خدا نخواسته باشد او چیز نمی شود. پس هیچ مشیتی برای بنده وجود نداره مگر اگر خداوند رو نخواسته باشد دخول همین مشیت رو در وجود، یعنی چیزی که وجود، یعنی در دنیا موجود باشد، تو خواسته باشی او را، اگر خدا در ازل خواسته باشد او چیز می شود. پس مشیت بنده این حادث است و مشیتی که بنده که حادث باشد، حدوث مشیت بنده بدون مشیت ازلی خداوند پیدا نمی شود. یعنی پیدا شدن خاص اراده بنده بدون خاص اراده ازلی خداوند به وجود نمی آید. مفهوم؟ یعنی پیش از اینکه خداوند یعنی پیدا کنند مشیت ما را، از این معلوم میشه که خداوند در ازل خواست است که این مشیت ما در همین وقت، در همین ساعت چی شود؟ حادث شود، یعنی پیدا شود. مثلا ما یک کار میخوام بکنیم، از این معلوم میشه که این کاری که ما خواستیم، در اراده کردیم، میخوایم که بکنیم، انجامش بدیم، این خداوند در ازل حدوث این پیدا شدن را خواستگی بود. مفهوم؟ این خواست که همین چیز امروز بشود در فلان بنده مثلا.
اما خب یک چیز دیگه، اما اگر چیزی رو که بنده ها بخواهند و او را خداوند نخواسته است وجود اون اراده را در ازل، پس اون پیدا نمی شود. این چیز مستحیل است. یعنی چیزی که بنده بخواهد که او کار بشود اما خدا نخواسته است که او بشود، در ازل نخواسته که همچون بشود، این را بنده خلق کرده نمیتواند. این چیز اصلا نمی شود. این چیز مستحیل است که ولیعوذ بالله مشیت بنده خلاف مشیت خدا باشد. این مستحیل است. چون که خداوند در سوره تکویر میگه و ما تشاءون الا ان یشاء الله. و اون چیزی که خداوند، اون چیزی که بنده ها میخواهند مشیت اونا با اجرا نمیشود الا مگر اینکه اگر خداوند خواسته باشد. یعنی اگر ما خاص اراده که ما داریم اگر خب او را با وجود بخواهیم که بیاریم، وقتی اون با وجود آمد از این معلوم میشود که این را خداوند در ازل خواست است که این چیز آمد با وجود، این مشیت اراده ما. و اون مشیت اراده ما که میخوایم که با وجود بیاید با وجود نمی آید، از این معلوم میشود که این را خداوند در ازل نخواسته است وجود این مشیت ما را در این دنیا. خب امام صاحب طحاوی دوام میده، میگه یهدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلا و یضل من یشاء و یخذل و یبتلی عدلا. ماشاءالله. اینجا کوز بیان میکند مسئله خب اعمال بنده را. میگه یهدی من یشاء، یعنی خداوند خلق میکند، یعنی هدایت میکند هر کسی رو که بخواهد. یعنی خداوند خلق میکند هدایت را برای هر کسی که بخواهد از بنده هاش. این با فضل و کرم الهی است و همون خداوند هدایت میکند بنده را. این فضل الهی است و کرم خداوند است. اگر خداوند در این بنده اگر هدایت را خلق نمیکرد، خب خداوند جایز نیست که خداوند بگیم ظالم است ولیعوذ بالله. چون که هیچ چیز بر خداوند واجب نیست. هیچ حاکم بر بالای خدا وجود ندارد. این هیچ کسی نیست که خدا را امر و نهی کند. اون خداوند ذات یگانه است. مفهوم؟ هر کسی که بخواهد همون را هدایت میکند. هر کسی که بخواهد همون را خداوند هدایت میکند. و یعصم و یعافی فضلا، و بعضی وقت بنده گناه میکند او را خداوند عفو میکند. این فضل الهی است. یعنی خداوند مثال بریم خلق نمیکند در کفار هدایت را به خاطر که اون را خداوند خوار و ذلیل گرداند. این عدل پروردگار است. این ظلم نیست ولیعوذ بالله. برای چی؟ چون که ظلم از جانب خداوند اصلا تصور کردن نمی شود. چون که خداوند تصرف میکند، هر چی که بخواد در ملک خودش تصرف میکند. او حقیقت خداوند است. یعنی اون ملک حقیقی که خدا دارد، او را خداوند در اون ملک حقیقی خودش هر جگونه که بخواد همون گونه تصرف میکند. اما ملکی که ما و شما داریم این ملک مجازی است. آخر ما میگیم مالک فلان چیز، اما خداوند رو مالک هم میگن، بنده را مالک میگن. اما خداوند رو مالک ملک حقیقی میگن، یعنی عالم آفریدگار این عالم. اما بنده وقتی که میگن مالک فلان دولت، مالک فلان زمین، این مجازی است. این گفتیم اینجا اتفاق لفظی است، اما از حیث معنا فرق کلان دارد. یعنی ملک ما ملک مجازی است عقلا. مفهوم؟ طيب خداوند یعنی گفتیم بنده را بخواد، مثلا کسی را بخواد هدایت میکند، کسی را بخواد گناه میکند، و کسی را بخواد خداوند و یعافی فضلا، کسی را بخواد خداوند عفو میکند. این فضل پروردگار است. و یضل ما یشاء، هر کسی را بخواد گمراه میکند خداوند. و یخذل، اون را خداوند یعنی خوار و ذلیل میگرداند. و یبتلی عدلا، چون اگر بخواد او را ابتلا میکند، امتحانش میگیرد. همه این فضل عدل پروردگار است. همه این عدل پروردگار است. پس حاکمیت مطلق بر بالای بنده ها فقط خداوند یگانه است. مفهوم؟ حاکم مطلق فقط خداوند یگانه است. پس هر چیزی را که خداوند مالک می شده است، پس او خلق او است. او را خداوند خلق کرده است از عدم به سوی وجود. مفهوم؟ هر چیزی که در دنیا وجود دارد. پس آن چیزی که خداوند منع میکند
و نهی میکند، پس بنده ها باید که منع شوند، نهی یعنی که منع کنند خودشان از این گناه و از این تصرفاتی خلاف دین. یعنی اگر وقتی که منع نشدن، بر اونا معلوم است که بعد جزا وجود دارد، بس مستحق عقوبت و عذاب بعد بنده ها را خداوند میتید. یعنی که بنده را خداوند عقل داده است. آخر عقل سالم ما فرق میکند بین گناه و بین ثواب. بعد عقل جدا کنه خود کدامش گناه است، برای که ما میشنویم، میدونیم، تعلیم گرفتیم از بزرگا و حتی از پدر و مادر شنیدیم که بچه‌م نه کار نکنه، دزدی نکنه که این گناه است، نماز بخون ثواب میگیری. همه را میشنویم ما و شما از پدر و مادرمون، از بزرگامون کلان سالا، همه چیزی عادی را افهم. یعنی وقتی که ما نماز خوندیم، ان شاء الله این هدایت پروردگار است، بگیم فضل الهی است که ما عبادت کردیم. اگر نکردیم گناه کردیم، بعد این ما توجهی بگیم عقاب الهی بعد قرار میگیریم، یعنی که خداوند بعد ما را عذاب میده به سبب انجام ندادن عبادت پروردگار. طيب وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله و عدله. خب امام طحاوی رحمه الله میگه و همه این بنده ها همشون مثلا دیگرگون میشن در مشیت و در عدل خداوند، یعنی بین فضل و عدل پروردگار در مشیت خداوند اینا دیگرگون میشن. یعنی بنده ها خب تصرف انجام میتن، اعمال میکنند به مشیت، معلوم است که به مشیت ازلی و ابدی پروردگار یگانه. اگر بنده عمل خیر کرد، پس این فضل خدا است. اگر بنده عمل بد کرد، پس این عدل خداوند است. این قاعده اصولی ده. یعنی در تصرف بنده در کار خیر و نیک فضل الهی، تصرف بنده در کار گناه و معصیت عدل الهی است. برای همین از این معلوم شود که از همین سخن امام طحاوی که بعضی عقیده‌های فاسدی مثل معتزله که میگن گناه بد خداوند اصلا اینجا تقدیر خدا تعلق نداره، یعنی که مقصد گناه بنده میگن بنده خودش خلق میکنه، ولی عزو بالله این خلاف دین است. ما گفتیم که حتی گناه بدی که بنده انجام میده همش با مشیت و اراده الهی است، خداوند اینا در بنده خلق میکند. طيب پس از اینجا معلوم میشد که بر خداوند واجب نیست هیچ چیز. یعنی این بیان کننده این است که بر خداوند واجب نیست که کاری را انجام میتید برای بنده هاش که در صلاح بنده باشد یا که صالح تر از اون باشد. یعنی که خداوند در خداوند این چیز واجب نیست. برای ما عقل داده است خداوند، اگر بخواد هدایت میکنه، نخواد هدایت نمیکند. اما تو عقل داری بنده باید که عبادت کنی. طيب میگد و هو متعال عن الاضداد والانداد. پس خداوند متعالی است، این منزه است از اضداد ضد و از ند. ضد ند یک چیز یعنی مثل ندارد. یعنی که تبارک و تعالی منزه است از امثال و از اضداد، یعنی برای خداوند مثل مانند نیست. مفهوم؟ یعنی هیچ چیز برای خداوند غالب کننده نیست، برای همه چیز در قبضه پروردگار است و همه چیز در ملک خداوند است. برای همین هیچ چیز برای خداوند هیچ تصرف کننده بر خلاف اراده خداوند نیست. یعنی کسی چیزی نیست که بر خلاف اراده خدا عمل کند. برای میگه او متعال، یعنی منزه است از ضدیت، یک چیزی داشته باشه که ند یعنی مثل، ضد یعنی ضد. این چیزی نیست که اراده ازلی خدا را خلاف ببراید. هیچ مخلوقی وجود ندارد. مفهوم؟ ضد یعنی مزیدیت، ند یعنی مثل. لا راد لقضایه، یعنی هیچ کسی نیست که رد کند قضای تبارک و تعالی را. کسی نیست که خداوند را قضا و تقدیرش را رد کند. این هم اراده ازلی خدا را، یعنی قضا و اراده خدا را کسی نیست که رد کند. طب یعنی هر چیزی که خدا خواسته باشد
همون می شود کسی از یعنی از اراده ازلی خداوند گریخته نمیتواند، او را رد کرده نمیتواند. او میگیم که در قضا و تقدیرت بوده. هم قضا و تقدیر یک چیز. ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره. لا معقب لحکمه یعنی هیچ عقیب کننده در حکم خدا نیست. به این معنی که هیچ کسی وجود ندارد که یعنی حکم خدا را والیعاذ بالله باطل بگرداند. مفهوم؟ یعنی هیچ کس حق ندارد، یعنی نمیتواند که حکمی که خداوند یعنی کرده باشد و حکم او باطل کند. یعنی هیچ کس قدرت ندارد، حق ندارد که استطاعت ندارد که منع کند نفوذ اراده الهی را در آن چیزی که خداوند اراده کرده است را در ازل. خب یعنی چیزی که خداوند خواسته باشد و دیگه اون میشه. ولا غالب لامره، هیچ یعنی امر خداوند رو هیچ غالب کننده ای نیست. یعنی چیزی که خداوند امر کند حتما اون باید بشود آخر. ولا غالب لامره ای هیچ کسی نیست که امر الهی را چکار کند مغلوب کند. والعیاذ بالله. هر چیزی که خداوند حکم کرد به این معنی که در ازل خواست که این کار حتمی بشود، او باید بشود، او را دیگه هیچ کس رد کرده نمیتواند. همین از معنی ولا معقب لحکمه، حکم خداوند رو هیچ کس نمیتواند که چکار کند رد کند یا که دیگرگون کند یا که نخواهد یا بگیم باطلش کند. والعیاذ بالله. این گونه نیست. ولا غالب لامره یعنی هیچ کسی وجود ندارد که امر خداوند را غالبیت کند. یعنی خدا امر کرده است بگه که من نمیکنم، امر خدا را باز غالب کند. این گونه وجود نداره. یعنی هر چیزی که چون که خداوند بگه مالک تمام هستی که هست، از عدم به وجود همه را با قدرت ازلی خودش بگیم پیدا کرد و کسی نمیتواند که خلاف این اراده و تقدیر و قضای الهی عمل کند. هیچ کس نمیتواند. خب این سخنه امام طحاوی است. ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره. پس امام طحاوی میگه که آمنا بذلك كله و ایقنا ان كل من عنده. یعنی که ما ایمان آوردیم به همه چیزی که گفتیم تا همینجا را ما ایمان داریم و ما ایقنا و ما یقین پیدا میکنیم که همه اینا ان كل من عنده، همه از جانب خداوند. یعنی ما تصدیق میکنیم، ما یقین میکنیم که همش این چیزایی که گفتیم تا اینجا را امام طحاوی میگه همه از جانب پروردگار است. یعنی هر چیزی که در وجود داخل است، یعنی در این عالم وجود دارد، پس همش با علم ازلی و تقدیر و قضای الهی در دنیا پیدا شدگیه. همه ای با علم ازلی خداوند در دنیا با وجود آمده است. این عقیده اهل سنت و الجماعت که امام طحاوی در اینجا بیان میکنه. طيب در همینجا توقف میکنیم ان شاء الله. خب رسیدیم تا قول مؤلف رحمه الله و ان محمد صلی الله علیه و سلم عبده المصطفى و نبیه المجتبى الى آخره و دوام میتیم درس. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.